روز پنجم رمضان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اجعلني فيه من المستغفرين واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين واجعلني فيه من أوليائك المقربين برأفتك يا ارحم الراحمین. خدایا قرار ده مرا در این ماه از آمرزش جویان و از بندگان شایسته و فرمان بردار و از اولیای مقربت و رأفتت ای مهربان ترین مهربانان.